من صحبتم اساساً روی برنامه و استراتژی سیاسی است. به نظرم این مهمترین بخش این پروژه است و ما باید روی اون متمرکز باشیم. ما یه نیروی اپوزیسیون چپ هستیم. نیروی اپوزیسیون در هر جای دنیا تعریف معینی داره. ما نسبت به این نظام و ارگانهاش چه موضعی داریم، نسبت به سیاستهاش چه موضعی داریم، چه آلترناتیوی رو مطرح میکنیم. خب این نظام از یه تعداد ارگانهای نظامی و امنیتی تشکیل شده و همینطور ارگانها و نهادهای سیاسی. در رأس همه اینا خامنه‌ای قرار داره و بیت رهبری. اولین سوال، موضع ما نسبت به خامنه‌ای و بیت رهبری چیست؟ نیروی چپ اپوزیسیون باید به این مسئله جواب بده. دوستان اشاره میکنن که همین منشور 3 امضا که ما جهت اصلیمون به سمت ولایت فقیه هست، یعنی خامنه‌ای و بیت رهبری، ولی ما اینو توی منشور نمیبینیم. توی منشور ما نمیبینیم که چرا موضع برکناری خامنه‌ای وجود نداره. یک، نسبت به نهادهای امنیتی و نظامی، ارتش، سپاه، به ویژه سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی، موضع وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چه موضعی داریم ما نسبت به نیروهای امنیتی، نیروهای سرکوبگر نظام؟ چرا در منشور 3 امضا نسبت به این مسئله موضع گیری نشده؟ بعد میپردازیم به نهادهای سیاسی. نهادهای سیاسی ما میدونیم از شورای عالی امنیت ملی گرفته، مجلس خبرگان گرفته، شورای نگهبان گرفته و ما که مشترک هستیم در این که نظام برود کنار، چرا نسبت به این نهادها و انحلال این نهادها موضع نداریم؟ بعد میرسیم به سیاست ها. خب سیستم اقتصادی ایران، ما میدونیم که اقتصاد ایران به طور کلی در دست یک قشر نازک و محدودی از اولیگارک ها قرار داره. اینها میچاپن، میبرن. موضع ما نسبت به این چی هست؟ اولیگارشی که حاکم هست در اقتصاد ایران، نسبت به این ما چه موضعی داریم؟ خب منشور 3 امضا باز در اینجا ساکت هست، موضعی نداره. اون جایی هم که موضع میگیره در رابطه با بنیادها و نقش سپاه و بسیج در اقتصاد جامعه، میگه بنیادها باید ازش خلیت بشه، ولی بعد چی بشه؟ اینجاست که اپوزیسیون چپ معنا داره. چی بشه؟ میگه که متخصصان بر اساس نظری که متخصصان خواهند داد، ما معلوم میکنیم که این بخشی که خلعیت میشه ازش باید باش چی کار کرد. خب این موضع چپ نیست. متخصص داریم تا متخصص.
صحبت از نقش سپاه و بسیج در اقتصاد جامعه هست و صحبت از اون جمهوری است که در فردای برکناری جمهوری اسلامی قراره که سیاست گذاری بکنه. اونجا میگه که سپاه و بسیج دستشون باید از اقتصاد جامعه قطع بشه. سوال اینه مگه اونجا دیگه سپاه و بسیجی وجود داره؟ مگه جمهوری اسلامی برکنار نشده؟ یکی از مهمترین مسائل جامعه امروز ما که تو تمام دنیا داره صحبت میشه ازش غنیسازیه، انرژی هسته‌ای هست و این وضعیتی که جامعه ما را به فلاکت کشونده. آیا اپوزیسیون چپ میتونه در اینجا موضعی نداشته باشه؟ اصلا میشه اسم اونو گذاشت اپوزیسیون؟ منشور 3 امضا هیچ موضعی راجع به این مسئله مهم و حیاتی توی جامعه ما نداره. چرا؟ بعد میرسیم به سیاست‌های دولت روحانی. ما اپوزیسیون هستیم. اپوزیسیون بنا به تعریف در وهله اول یعنی مخالفت با سیاست‌های دولت حاکم، سیاست‌هایی که داره اجرا میشه. سیاست اقتصادی در تمام این 30 و چند سال جمهوری اسلامی جهت اصلی و عمده سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های اصلاح طلب و یا اصولگرا در اساس یکی بوده. چه موضعی نسبت به این داریم ما؟ نسبت به سیاست اقتصادی دولت روحانی ما چی میگیم؟ منشور 3 امضا ساکت در این زمین. نسبت به دموکراسی، نسبت به حقوق بشر، نسبت به آزادی ها در رابطه با اعدام ها، اینها مسائل اساسی و مهم جامعه ماست. منشور 3 امضا چه موضعی داره در این رابطه؟ ما وقتی که این منشور رو میخونیم به این سوالات جوابی پیدا نمی کنیم و یا جوابهایی که داده شده جوابهایی نیست که یک نیروی چپ اپوزیسیون میبایست به اونها بده. ما الان رفیقمون منوچهر صحبت کرد در رابطه با نوع گذار. اینجا صحبت کرد که اگر رژیم به سرکوب خونین دست بزنه و اجازه نده که گذار یک گذار مسالمت آمیز باشه، مردم حقشونه که قیام بکنن. چرا این نیست توی منشور؟ توی منشور وجود نداره. ما طرفدار حقوق بشر هستیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر در این رابطه چی میگه؟ آیا ما اونو قبول داریم یا قبول نداریم؟ اگر قبول داریم بیاریم توی منشور. چرا توی منشور 3 امضا این وجود نداره؟ من دیگه صحبتی ندارم.